فقط قدر خود را بشناس و بیندیش که تو کی هستی، برای چی آمدی، از کجا آمدی، قرار از کجا بروی، چه هدف دارد، هدف خلقت تو چی بود، هدف از آفرینش تو چی هست. چیزی که الله از من و تو در این ماه طلب میکند اون خودشناسی است، اون خودسازی است، اون تعهد جدید با رب العزت و الجلال است. از این لطف خدا رسید که هوا را چقدر مطابق میل ما جور کرده. نه گرم است که اذیت شوی، نه اون قدر سرد است که اذیت شوی. این ما را هم مطابق میل ما الله دایر کرده است. تو به من بگو به آواز بلند، اگر کسی در این ما بخشیده نشود کی بخشیده خواهد شد؟ اگر کسی در این ماه توبه نکند کی توبه خواهد کرد؟ اگر کسی در این ماه به سمت خدا نرود کی خواهد به سمت الله رفت؟ یک اسمش از محمد، در آسمان ها احمدش خوانند و در زمین محمدش خوانند، در هر گوشه و کنار زمین محمد 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 صدا زده می شود. دوستان نهایت گرامی، سروران عزیز، مهمانان خدا، خواهران و مادرانی که وسیلتاً آواز ما را میشنوند و دوستان و عزیزانی که در صفحات ما را دنبال میکنند، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جای بسیار خوشحالی و خرسندی هست که بار دیگر این لطف عظیم را رب العزت و الجلال برای ما شما کرد تا از راههای دور در این روز مبارک و خجسته در این ماه مبارک و میمون در این معبدگاه الهی تشریف فرما شدیم. برای شکرانگی این نعمت یک بار با آواز بلند بگوین الحمدلله. و چه زیبا هست که یک بار در همین آغاز یک درود سرشار به حبیب دلها رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بفرستید. دوستان من، ما آهسته آهسته با رمضان ودا میکنیم، ولی هنوز یک چانس و فرصت دیگر هم برای این امت در نظر گرفته شده است. ما در ماه قرار داریم که بازار خداست. چی هست؟ بازار خداست، بازار الله است. در این بازار الله رب العزت و الجلال دو چیز را می فروشد. فروشنده الله هست و خریدار موتو هستی. حالا رب العزت و الجلال این دو جنس مبارک، این دو متاع قیمتی را در این بازار عرضه کرده. اگر تو قدر شناسی، اگر تو واقعا خریداری، اگر تو در طلب این دو تا متاعی که من فقط تعبیر به متاع میکنم و الا جور در نمی آید، فروشنده الله، خریدار من و تو. چیزی را که الله در این ماه می فروشد ای بنده خدا هوشیار باش. اول چیزی که به فروش میرسد رضای رب العزت و الجلال است. بگو الله اکبر. رضا میخری؟ میخری؟ آیا هیچ چیز بالاتر در این عالم از رضای الله هست؟ بلند بهش قیمت دارد رضای الله. رضای الله، این را الله اعلام کرده در ماه مبارک رمضان و فقط بنده ها را به سمتش میکشاند. به حراج گذاشته است الله رب العزت و الجلال رضای خود را، هم به جوان، هم به پیرمرد، هم به زن، هم به پادشاه، هم به رعیت، هم به فقیر، هم به غنی، به همگان
الله اعلان میکند بنده ام بیا که من رضای خود را میفروشم. خب پس چی باید بدهیم به خدا که رضای الله را به دست بیاوریم؟ چی چیز به الله بدهیم که رضای الله را به دست بیاوریم؟ فقط قدر خود را بشناس، فقط قدر خود را بشناس و بیندیش که تو کی هستی، برای چی آمدی، از کجا آمدی، قرار از کجا بروی، چه هدف دارد، هدف خلقت تو چی بود، هدف از آفرینش تو چی هست. چیزی که الله از من و تو در این ماه طلب می کند اون خودشناسی است، اون خودسازی است، اون تعهد جدید با رب العزت و الجلال است. بازی لطف خدا رسه که هوا را چقدر مطابق میل ما جور کرده، نه گرم است که اذیت شوی، نه اون قدر سرد است که اذیت شوی. این ما را هم مطابق میل ما الله دایر کرده است. این لطف حضرت حق سبحانه و تعالی است. موضوع صحبت عزیز من یک رضای الله است، دو چیزی که خدا می فروشد و دوم عفو خداست. عفو خدا که نصیب من تو می گردد. یک بار خود بگو الحمدلله. تو به من بگو به آواز بلند اگر کسی در این ما بخشیده نشود کی بخشیده خواهد شد؟ اگر کسی در این ما توبه نکند کی توبه خواهد کرد؟ اگر کسی در این ما به سمت خدا نرود کی خواهد به سمت الله رفت؟ پس بیاییم، فرصت کم است. بیاییم، فرصت کم است. وقتی در بازار یکم چیز عرضه می شود میگه فرصت کم است، محدود است، روزها محدود است، زود باید ثبت نام بکنیم. عزیز من، الله هم میگوید بندگان من روزها محدود است، فقط چند روز باقی مانده از این مهمان خدا. تو هم مهمان خدا هستی. قدومت مبارک، قدمهایی که گذاشتی مبارک، ولی بدان عزیز من که باید تصمیم خود را محکم بگیری، عزم محکم و راسخ ببندی. اگر تا این دم نشده از این به بعد، جوانانی که در هفته قبل نبودن این جمعه آمدن، یک تعهد جدید با الله رب العزت و الجلال. موضوع صحبت از شب قدر، قدر این امت را باید دانست. از شب قدر، قدر این امت را باید دانست. فقط شب قدر چند شب مانده که رسیدیم به شبهای قدر. الان میشنوی درباره این شب مبارک و جایگاه خود. خواهد دانستی که رب العزت و الجلال چه اندازه به من و تو محبت دارد. ما آمدیم اخیر روز، ما آمدیم بعد از غروب بعد از این که آفتاب نزدیک به غروب است. یهود و نصارا تمام روز زحمت کردند، تلاش کردند. در اخیر روز امت محمد امین با آواز بلند صلی الله علیه و سلم آمدن. الله مزد پوره را به این امت داد. یک مرد، امام فخرالدین رازی میفرماید یک مرد در بنی اسرائیل 400 سال الله را عبادت کرد. چند سال؟ 400 سال الله را عبادت کرد. در روز قیامت الله رب العزت و الجلال یک امت ضعیف پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم را می آورد که بعد از بلوغ 40 سال خدا را عبادت کرده. بعد از این که بالغ شده 40 سال الله را عبادت کرده. وقتی این بنده را می آورد، برای این بنده بالاترین اجر و پاداش را می دهد. این مرد بنی اسرائیلی به الله می گوید پروردگارا تو خو اعدل العادلین هستی، عدالت میکنی. من 400 سال عبادت کردم ولی این بنده تو 40 سال عبادت کرده. این همه مزد بزرگ برای این میدی در حالی که من 400 سال عبادت کردم. الله رب العزت و الجلال میگوید این امت محمد است صلی الله علیه و سلم. این امت حبیب دل هاست. تو درست 400 سال عبادت کردی، برای شما وعده های عذاب معجل داده شده بود که در دنیا به شما اگر نافرمانی کردین عذاب می آید، اما با امت محمد صلی الله علیه و سلم عذاب معجل وعده داده نشده. و ما کان الله معذبهم وهم یستغفرون. الله این امت را هرگز عذاب نمی کنند تا زمانی که این امت استغفار طلب می کنند. و الله رب العزت و الجلال میگه ای رسول صلی الله علیه و سلم
تا این که تو در میان این امت هستی الله این امت را عذاب نمیکنه. پس این امت اگرچه در امن بودن از عذاب معجل در دنیا ولی الله را باز هم عبادت میکردن. 40 سال عبادت این بالاتر از 400 سال عبادت شما هست. این لطف حضرت حق سبحانه و تعالی در حق این امت است. گفتم از شبهای قدر این امت را باید دانست. عزیز من، گویا این که ماه مبارک رمضان آمد، هر چیزی در این دنیا قلب دارد، حتی این زمینی که ما زندگی میکنیم به خود قلب دارد. الله رب العزت و الجلال ماها را 12 ماه قرار داده، در میان این ماها قلب برای این ماها قرار داده که رمضان است و این رمضان 30 روز است. الله رب العزت و الجلال در رمضان هم قلب قرار داده که اون شب قدر است، که اون شب قدر هست. الله رب العزت و الجلال یک پیشکشی ویژه و خصوصی برای اون امت. علما میگن اجماع علمای امت اسلامی هست بر این که این شب قدر مخصوص امت محمد است. یک بار بگوین صلی الله علیه و سلم. مخصوص ما و تو بی وفا، مخصوص ما و تو امتی که امتی نکرده، مخصوص ما و تو بنده‌ای که بندگی نکرده، مخصوص ما و تو بنده‌ای که هنوز به معنای واقعی الله را نشناختیم. ما به هر شی شناخت پیدا کردیم. اگر مهندس شدیم خیلی میدانیم از مهندسی، اگر علم پیدا کردیم خیلی رفتیم، اگر طبیب شدیم خیلی از طبابت میدانیم، اما چیزی که امروز نمیدانیم دین الله هست. خیلی کم از این دین با خبریم. حتی واجبات نماز خود را درست نمیدانیم. ما خدای خود را خوب درست نشناختیم. اما این نعمت و این تعدوا نعمت الله لا تحصوها فبأي آلاء ربكما تكذبان. به کدام یکی از نعمتهای پروردگار عالم شما تکذیب میکنین؟ کدام یکی از نعمتهای خدا را شما میشمارین؟ اگر شما نعمتهای خدا را بشمارین شما شماریدن نمیتوانید. این لطف در حق ما از کدام آدرس است؟ از آدرس محبوب دلها هست، محمد امین صلی الله علیه و سلم. این پیامبر، این ذات خیلی به پیشگاه خدا با ارزش است، خیلی قیمتی است که اون اسمش هست احمد، یک اسمش هست محمد. در آسمان ها احمدش خوانند و در زمین محمدش خوانند، در هر گوشه و کنار زمین محمد 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 صدا زده می شود. به برکت این نبی من تو این اندازه ارزش پیدا کردیم. تو را به ایمان جواب بگو که ما امتی کردیم. در این ماه مبارک رمضان امروز چقدر مصروفیت های یک جوان مسلمان زیاد شده. همین که ماه مبارک رمضان می آید مصروفیت خود را چند برابر می کنیم در دنیا. عزیز من، این ماه مصروفیت عبادت است که باید ما خود را مصروف عبادت الله بکنیم. چرا در تراویح نیستید؟ در سفر بودم، ناوقت از بازار برگشتم. عزیز من، کی توبه می کنی؟ کی عبادت میکنی الله را؟ روز اول شب اول تراویح در داخل مسجد صفها پر هست، روز دوم دیگر یک صف کم می شود، روز سوم صف دیگر کم می شود. ای وای به این بندگی که ما میکنیم، ای وای به این بندگی که ما میکنیم. گر تو طلب داری بیداری شبها کو. اگر ما از خدا طلب داریم، اگر مشکل داریم، اگر رنج داریم، الله میگه گر تو طلب داری بیداری شبها کو. با ذکر خدا بودن در خلوت تنها کو. شاید کسایی در مجلس ما باشه که در این سحری 16 شب گذشته یک مرتبه هم تهجد نخوانده باشه. باور بکنید در مسیر هفته چندین تماس پی هم میآید که جناب مولانا ما در کار هستیم، هوا گرم است، اجازه است ما روزی خود بخوریم. چقدر غافلی. شاید در وقت سحری که وقت عبادت و طاعت و گریه هست، شاید بعضی جوانان باشن که هنوزم مصروف پیام کردن به دختران مردم باشن، هنوز هم چک میکنن واتساپ خود را که کی پیام به من گذاشته، کی به من جگر و نفس گفته. ای عزیز، یک بار واتساپ خدا را چک کن.
یک بار برو سر به بساب الله بزن که در وقت سحری چند بار به تو میگوید بنده ام تو را زیاد دوست دارم، بنده ام تو همه چیز من هستی، بنده ام این کائنات برای تو، بنده ام لیل و نهار برای تو، ذخیره های دنیا برای تو، رضای من برای تو، جنت من برای تو، چی کردی تو؟ عزیز دل بیاییم فرصت داریم، برگرد جوان فرصت داریم. شاید خیلی افسوس بخوری. حتی حضرت کعب الاحبار رحمت الله علیه میفرماید اگر کسی در روزهای ماه مبارک رمضان تصمیم بگیرد وقتی که روزه هست در وقت نمازها دستای خود را به سمت آسمان بلند کند و دعا کند که خدایا این که رمضانت گذشت من از بندگی تو بیرون نمیروم، این که رمضان تو گذشت من تو را ترک نمی کنم، این که رمضان تو گذشت من به تو پشت نمی کنم. چقدر هستن انتظار میکشن چه وقت روز عید بیاید که شروع کنیم به گناه خود ما. اگر این باور را داری تجدید ایمان. میگه بعض بندگان الله در سال قبلی که رفته بودن، حافظ ابن کثیر میبره، بریم تفسیر ابن کثیر را مطالعه کنیم. میگه وقتی که رفتیم در سال گذشته به عبادت مصروف بودن، به یاد الله مصروف بودن، اما امسال رفتیم اونها از یاد خدا غافل بودن، به خدا پشت کرده بودن. بسیاری ها بودن توبه کرده بودن سال گذشته، همین که رمضان گذشت دیگر به خدا پشت کرده. کعب الاحبار میفرماید اونهایی که در ماه مبارک رمضان تصمیم میگیرند و به الله عهد میبندن که خدایا وقت ماه مبارک رمضان رفت دیگر نافرمانی تو را نمی کنیم، دیگر گناه نمی کنیم. حضرت کعب الاحبار میفرماید دخل الجنت بغیر مسئله ولا حساب، این الله داخل جنت میکند بدون سؤال بدون حساب. بگو یک بار الله اکبر. رسول صلی الله علیه و سلم چی حال داشت در ماه مبارک رمضان، مخصوصا در شب‌های قدر؟ حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می‌فرماید، حدیث امام بخاری هست، رقم حدیث 2024 است. رسول صلی الله علیه و سلم این گونه بودن: کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر، وقت دهه اخیر ماه مبارک رمضان داخل میشد، شد معذره، رسول صلی الله علیه و سلم کمر خود را محکم می‌بندیدند و احیا لیله، شبها را تا به صبح زنده نگه می داشتند، یعنی شبها نمی خوابیدند. و ایقظ اهله، تنها این کار را خودشان نمی کردند، اهل و خانواده را هم در شبهای قدر بیدار نگه می داشتند، می گفتند این شب را باید عبادت بکنی. در حدیث دیگر می واعتزلوا نساءه، رسول صلی الله علیه و سلم در 10 شب اخیر ماه مبارک رمضان در کنار زنان خود نمی خوابید. چرا؟ کمر خود را بسته میکرد که باید عبادت کی بشود؟ عبادت الله. من گفتم 5 ساعت عبادت میکنی، اگر الله این لطف را در حق تو کرد که تو در این 5 ساعت عبادت شب قدر را دریافتی. چرا پیامبر محبوب فرمود صلی الله علیه و سلم تحروا لیلة القدر فی العشر الاخیر من رمضان. ای امت من، حدیث امام بخاری هست، این حدیث را امام بخاری نقل میکند از محبوب دلها. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه تحروا، جستجو بکن، تلاش بکن، در طلب بیا و در طلب بیرون شو شب قدر را در 10 روز اخیر ماه مبارک رمضان. و در حدیث دیگر می آید در شبهای تاق این شب قدر را دریافت بکنیم و این شب قدر را جستجو بکنیم. چند شب تاق داریم در 10 شب اخیر؟ 5 شب، 21 23 25 27 29 شب قدر. ما فعلا در افغانستان مروج همی است که جوانان و عزیزان شب قدر در موتورسیکل و باسکل و موتر خود سوار میشوند، کوچه به کوچه، مسجد به مسجد میگردند که کدام مسجد برویم که اونجا دیگر سخنرانی و صحبت باشد. عزیز من، از این بالاتر باید معامله کرد با خدا، از این بالاتر مزد باید گرفت. چرا عزیزی که تو در سخنرانی میروی 5 ساعت و 4 ساعت فقط سخنرانی میشنوی، همین تو سکوت نشسته هستی. الله میگه لیلة القدر خیر من 1000 شهر. تنها بیدار بودن بهتر از 1000 ماه نیست، بلکه عبادت این شب بهتر از 1000 ماه است. اگر تو 4 رکعت نماز در خانه خود تنها میخوانی، بالاتر از 5 ساعت سخنرانی و صحبت است که در مجلس صحبت و سخنرانی شنیده هستی.
در شب قدر عبادت باید کرد، نه زنده داری که ما بیداریم دیگه در پابجی مصروف باشیم. گفت مولوی صاحب شب قدر دیگه زنده باشیم و بیدار باشیم، ما بیدار هستیم فیسبوک کار میکنیم. نه، لیلة القدر خیر من الف شهر. عبادت شب قدر، تسبیح شب قدر. قرآن در کدام شب نازل شده؟ بلند، به کدام شب؟ در شب قدر چی باید زیاد خواند؟ قرآن، چون در شب قدر نازل شده. ما از این غافلیم. بهترین عبادت شب قدر قرآن خواندن است. اگر قرآن بلد نباشید تو شاید پرسان کنید چی کار بکنم جناب مولانا، چون این شب قدر است، شب نزول قرآن است. وقت شب قدر آمد از 21 شروع. کسایی که قرآن بلد نیستن کلام خدا را پیش روی خود باز کنن، انگشت خود را سر خطهای قرآن بگردانن، بگوین خدایا تو در این شبها این را نازل کردی. خدایا من که این توفیق را پیدا نکردم که این را بخوانم و بلد نیستم، خدایا من دوست دارم کلام تو را. خدایا حتی نگاه کردن به کلام تو زیباتر است به من از همه چیز عالم. خدایا اگر من نمیتوانم خوانده، انگشتان من میخواند، چشمان من میخواند، عکس این را من میبینم. یا الله به برکت این به من مزد و اجر نصیب بگردان. باور بکنید خدای جانان و مهربان ما آنقدر با عظمت است که حتی شاید این را از تو قبول بکند، ولی من کاری که اخلاص ندارم و قرآن را با اخلاص نمیخوانم از من قبول نشود. ولی اگر تو اخلاص داری ولو که بلد نیستی، باز همون اخلاص تو را الله قبول میکنه. نیت المؤمن خیر من عمله. نیت مسلمان بهتر از عملش است. نیت تو چی است؟ چه دردی داری؟ چه رنج میبینی؟ وقتی تو این درد و تو تاری میشود که تو قرآن خواندن نمیتوانی و گریه میکنی، تو میدانی چقدر الله از این خوشحال میشود، چقدر الله از این راضی میشود. پس عبادت شب قدر را یک تعهد بسپارید، با من هم دعا کنید. شاید ما به شما بگوییم این توفیق نصیب به من نشد، ولی اگر شما دعا کنید به برکت دعای شما شاید این توفیق نصیب نشود. شبهای قدر حتی امام شعبی میفرماد روزهای قدر هم مثل شبهای قدر با فضیلت است. روزهای قدر، در شبهای قدر صدقه بدهیم. چرا؟ چون صدقه دادن بهتر از 83 سال و 4 ماه عبادت است، یعنی بهتر از 1000 ماه است. هر ثواب، هر عمل در این شب قدر بهتر از 1000 ماه فضیلت دارد. صدقه بده، تلاوت قرآن بکن، ذکر بکن. اگر با کسی مشکل داشتی هنوز حل نکردی، هنوز کینه از قلبت بیرون نشده، 4 نفر در شب قدر بخشیده نمیشه. چند نفر؟ 4 نفر. در روایت داریم 4 کس. من در اول رمضان هم گفته بودم که 2 نفر بخشیده نمیشه در رمضان، اما در شب قدر 4 نفر بخشیده نمیشه. یک کسی که مدمن و خمرین دائمی شراب نوش است توبه نکرده، خداوند ما شما را نجات بده. و عزیزانی که در شراب عادت دارند دعا کنیم که الله رب العزت و الجلال با برکت این روز مبارک اونها را توفیق بدهد که دیگر لب به شراب نزنند. شراب جز بدبختی چه چیز برمغان می آورد؟ شراب جز بدبختی و روز سیاه و روزگار سیاه چی به ارمغان می آورد؟ عزیز دل، جوان گرامی، دست از تابلت و پودر و شراب و چرس بردار که بدبختت می کند. اینها تو را عزیز نمی کند. اینها کاکگی نیست، اینها بندگی نیست. پاکی بندگی الله است. جنت پاک از جای ناپاکان نیست، باید پاک شوی تا جنت بروی. مدمن و خمر شراب نوش الله نمیبخشد. دوم، دعا، کسی که پدر و مادر آزار است. پدر و مادر آزار است. شاید جوانان این مجلس ما باشه. یک روز یک مادر به ما تماس کشید، گفت جناب مولانا بچه من هیچ جمعه در پیش شما ترک نمیکنه، اما مرا که رسیلی به صورت میزنه. تو برای چه آمدی جوان در این مجلس که پدر جان و مادر جانی که سبب وجود من تو در این دنیا شده؟ شاید باشه کسانی در این مجلس ما که زن خود را از پدر و مادرش بیشتر و بهتر دوست داشته باشد. 1000 زن فدای خاک پای پدر و مادر. پدر و مادر حق زن در جای خود محفوظ است، اما پدر و مادر در هیچ چمن از چمنزارهای دنیا دیگر نمی روید. تو میتوانی زن دیگر بگیری، میتوانی دیگر بگیری، اما پدر و مادر دیگر پیدا میشه. قدر پدر و مادر را بدان. قدر پدر و مادر را بدان. بسیاری ها هستن
ماه مبارک رمضان 15 روز روزه گرفتن، شاید هنوز با مادر خود خفه باشند، شاید هنوز با پدر خود قطع ارتباط داشته باشد، شاید از پدرشان خوششان نیاید. بعضی ها با من تماس میکشند، میگه جناب مولانا ما از پدر خود بیزار هستیم، آنقدر بد اخلاق است، آنقدر زشتخو است که خانه ما را برهم زده. عزیز من، جوان گرامی، پدر تو زخمی شده توسط تیر شیطان. اون پدر مهربان اگر تو مریض شوی چقدر تو را در آغوش کشیده نوازش میدهد. بدانی پدر و مادرت را گناه مریض کرده، پس باید نوازشش بدهی، آغوش گرم تو نوازشش بدهد. باید پدر و مادر را دستش را بگیری. اگر تو میخواهی و میگی پدر و مادرم بد اخلاق است، تو به این باور هستی که باید پدر و مادرت به جهنم بسوزد. نه عزیز من، تلاش کن، گریه کن، دستش را ببوس، عذر کن که پدر دست از شراب بردار، پدر دست از بینمازی بردار، نماز بخون که من نمیخواهم حتی یک موی تو خیانت شود. چی شود که تو با آتش جهنم بسوزی؟ آقا اگر توبه نکرده، اگر پدر و مادر از پیشش آزار دیده و هنوز دست بردار نیسته، الله رب العزت و الجلال توبهش قبول میکنه. اما اگر شب قدر توبه نکرده و جبریل امین میگوید این شب این مردک بخشیده نمیشد، ولو که به سر عبادت و طاعت باش. چون تا زمانی که توبه از گناه نکنی چی فایده؟ باید توبه از گناه کرد، چون توبه ها است که اعمال ما را زیبا میگرداند. و دیگر کسی که در این شب قدر بخشیده نمیشد کسی که با برادر مسلمان خود کینه دارد، با برادر مسلمان خود کینه دارد، با کینه زندگی میکنند. امروز چقدر زیاد هستند اونهایی که با کینه زندگی میکنند. و در روایت دیگر هم میآید که یک کس دیگر هم بخشیده نمیشد، سودخور، کسی که سود میخورد و از این توبه نکرده وقت شب قدر میآید این انسان هم بخشیده نمیشود. انشالله یک تعهد از صمیم قلب میریم. پیشتر من گفتم که به من هم دعا کنیم. چند شب قدر داریم ما؟ 5 شب. شب قدر یک شب است. چرا 5 شب؟ چرا الله اینو مخفی گذاشت و ما نگفت که ما تلاش میکردیم همون شب عبادت میکردیم؟ این هم لطف خدا هست که این شب را مشخص نکرد. چرا امام فخرالدین رازی رحمت الله علیه میفرماید چرا الله شب قدر را مشخص نکرد؟ میگه برای این الله شب قدر را مشخص نکردن به خاطر که اگر شب قدر مشخص میبود، چون بندگان را الله خوب میشناسد، طبیعت بندگان را خوب میشناسد، شاید بنده از بندگان خدا در شب قدر هم به معصیت و گناه مصروف می شدند و می دانستند که این شب قدر است. مثل که ما می دانیم رمضان ماه رحمت و بخشش و مغفرت و توبه و گریه و بازگشت به سمت خداست، ولی هنوز گناه می کنیم، هنوز چشم چرانی، هنوز غیبت، هنوز دروغ، هنوز شاید صدها دروغ در ماه مبارک رمضان یک مسلمان گفته باشد، شاید هنوز کسبکار و تاجر و دکاندار ما دور از خوبای ما باشد، هنوز شاید در معامله خودشان دروغ گویند، هنوز شاید بگویند 50 افغانی خریدن در حالی که 40 افغانی خریدن، شاید قسم هم بخورن، در حالی که میدانند ماه مبارک رمضان است، نباید گناه کرد. اگر شب قدر هم مشخص می بود و یک بنده از بندگان خدا غافل می بود و در شب قدر گناه نافرمانی الله را می کرد، پس تو خودت فکر کن خدا چقدر به خسم می آمد. و قسمی که عبادتش اون اندازه فضیلت دارد و گناه شب قدر هم اون اندازه بزرگ است. و یک لطف ویژه دیگر که یادم نرود اعتکاف است. چی هست؟ اعتکاف در مساجد. وایلا ای وای به حال ما. امروز اعتکاف ما هم تجارت شده. بعضی از مسلمانان مسجد به مسجد میگردن که ما اعتکاف میشینیم معتکف کار نداریم، ما اعتکاف میشینیم معتکف کار نداریم. چی نیت داریم؟ در روز عید باز ما پیسه جمع کنیم، در روز عید باز ما پیسه جمع کنیم. اعتکاف هم به تجارت. بعضی هم اعتکاف میشینن به این امید اشاره میکنن به امام مسجد که ما فقیریم، باز روز عید غم ما بخور. ای مسلمان، میدانی اعتکاف برای چی میشینی؟ یک حدیث به تو میخوانم. شعب الایمان امام بیهقی ابوبکر احمد ابن شعیب بیهقی میفرماید که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله، کسی که یک شب یک روز اعتکاف در راه الله می نشیند در گوشه از مسجد، یا مادران و خواهران در گوشه خانه خودشان یک روز
من اعتکف ابتغاء یوما ابتغاء وجه الله، کسی که یک روز اعتکاف می نشیند چی می کند الله رب العزت و الجلال؟ جعل الله بینه و بین النار ثلاث خنادق ما ابعد ما بین فقین یا فقین می آید. همین قسم در حدیث می آید. من همین عبارت فراموش کردم. رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید کسی که یک روز اعتکاف در راه الله می نشیند، الله رب العزت و الجلال بین او و بین آتش جهنم 3 تا خندق ایجاد می کند. هر خندقش فاصله از مشرق تا به مغرب است. 3 مشرق و مغرب تو را از آتش جهنم دور می کند. اعتکاف برای این ما می نشینیم. رسول صلی الله علیه و سلم وقت دهه اخیر ماه مبارک رمضان فقط 1 سال اعتکاف ننشستند و محدثین حضرات میگن در 1 سال پیامبر 20 شب اعتکاف کرد، چون در یک از غزوات نتوانستن 1 ماه مبارک رمضان اعتکاف کنند، در سال دیگر 20 شب اعتکاف نشستند. پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این که در مدینه آمدن هر ماه مبارک رمضان اعتکاف می نشستند. ازواج مطهرات زنان پیامبر هم آمدن در مسجد خیمه زدن، اینها هم میخواستن اعتکاف بنشینن. رسول خدا گفت خیمه ها را همه را بچینین، در داخل مسجد به زنان اجازه نیست اعتکاف بکنند، باید زنان در داخل خانه ها اعتکاف بکنند. پس از این فضیلت زنها هم محروم نیستند. پس زنان در همون جایی که نماز میخوانند یک پرده بکشند، دیگر در کار و امور خانه کسی را بگمارن، میتوانند با زبان خودشان به اونها فرمان بدهند چی کار بکنن چی کار نکنن، اما خودشان از این معتکف خودشان در این جایی که نشستن بدون ضرورت شرعی و طبیعی بیرون رفتن نمیتوانند، مگر به خاطر قضای حاجت، یا هیچ کس در خانه نیست به خاطر ضرورت غذای خودش یا غذای شوهرش بیرون میشود، اشکال ندارد. اما اگر در اعتکاف اونجا مینشیند، میدانید معتکف وقت داخل اعتکاف مینشیند به خدا چی میگوید؟ به زبان حال نه به زبان قال. وقت معتکف می رود در اونجا در گوشه مسجد می نشیند، این به این معنا نیست که در مسجد 1 نفر باید معتکف بی 20 نفر بنشینید، 30 نفر بنشینید، اشکال نداره. فقط مسجد باشد که اونجا نماز خوانده می شود، اذان گفته می شود، اقامت دارد، 20 نفر 30 نفر دوستان و رفقا بنشینید. بعضی از کسان هستند در اعتکاف هم فیسبوک بازی میکنند، شاید در 9 شب یا 10 شب نمیدانن، چون حکمت و فلسفه نمیدانن. الان به تو میگویم شاید در داخل همون زیر پرده مصروف چت کردن و پیام کردن هم باشند. شاید کسان هم باشد که قرآن در 10 شبانه روز 1 بار هم نخوانند. شاید کسان باشند که 2 رکعت نماز هم نخوانند. شاید کسان باشند که دوستا و رفقای خود را بگویند بیاین که با هم صحبت کنیم. تمام روز در داخل همون اعتکاف معتکف خودش به صحبت و سخنرانی دنیا مصروف باشه، در حالی که معتکف وقت می رود به زبان حال این را میگوید خدایا من از دنیا فرار کردم، من از گناهان فرار کردم، من از معاصی فرار کردم، من از چشم چرانی ها فرار کردم، خدایا به خانه تو پناه آوردم، پروردگارا تا زمانی که مرا نبخشی من از خانه تو بیرون نمیشم. بگو الله اکبر. این معنای اعتکاف است. در حقیقت ظاهر و باطن معتکف باید اعتکاف داشته باشد. ظاهرش این که از زن خود میبرد، از فرزند خود میبرد، از همه، از بازار، از کسب، از تجارت، از همه میبرد، میآید داخل خانه الله، 10 شبانه روز در خانه الله هست. باید باطنش از افکار بیهوده، باطنش از فکرهای گناه هم پاک شود و خلوت با الله تخلیه بکند خود را، کاملا از گناه و معصیت تخلیه بکند خود را و بیاید در خانه الله عبادت الله را بکند. این معنای اعتکاف است. کون هم در دهه اخیر ماه مبارک رمضان شبهای قدر است. چه خوشبخت است او جوانی که هم اعتکاف میکند هم شبهای قدر زنده داری میکند. انشاءالله تعهد در اخیر میگیرم من باید کرد. اگر این باور را داری رمضان تأثیری نکرده. بعضی ها چی میگن؟ رمضانش تأثیری به ما نکرد. رمضانی که به اون تأثیر نباشه رمضان است. روزه‌ای که به اون تأثیر نباشه به اون روزه هست. میگه با ما هیچ تغییر نیاورده. بعضی ها هم رمضان تیر میشه خود وزن میکنن 3-4 کیلو وزنشان هم بالا رفته.
رمضان آمد تا تو گرسنه نشوی، رمضان آمد تو تشنه نشوی، رمضان آمد تا ضعیف شوی، رمضان آمد تا رگهای تو ضعیف شود و شیطان در داخل رگهای تو نتواند قرار بگیرد، شیطان از رگهای تو بیرون شود. اما آنقدر خوردیم در سحری و آنقدر سر شب خوردیم که وقت اخیر رمضان وزن میکنیم چند کیلو وزن ما هم بالا رفته. شاید به خدا هم منت بگذاریم که خدای ما که روزه گرفتیم، ما که روزه گرفتیم. دوست گرامی، از شب قدر این امت را باید دانست. الله رب العزت و الجلال چی میفرماید؟ بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر. الله اکبر. در آیه دیگر سوره بقره میفرماید شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن. در این ماه قرآن را نازل کردیم. در این آیه خاص میکند که کدام روز این ماه، کدام شب این ماه. انا انزلناه فی لیلة القدر. در شب قدر قرآن را نازل کردیم. تو به ایمان بگو چند پاره قرآن از اول رمضان تا این روز خواندی؟ چند نفر ما تا هنوز قرآن را نصف خواندیم؟ چند نفر ما یک بار قرآن را ختم کردیم؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در ماه مبارک رمضان 60 مرتبه قرآن را ختم میکرد. بگو الله اکبر. ولی چند مرتبه روز به صفحه گوشی خود تماشا میکنی و نگاه میکنی؟ چند مرتبه شده که این صفحه قرآن را باز بکنی؟ ماه قرآن است، ماه قرآن است. حتی حوصله نداریم 1 ساعت در تراویح استاد شویم که اونجا قاری ختم قرآن میخواند. بعد به قاری میگیم قاری چرا سریع نمیخوانی؟ چرا سرعت نمیگیری؟ خسته شده از شنیدن قرآن. اگر تا ساعت 2 شب پیام معشوقه باشد خسته نیستیم، خواب ما نمیگیرد، ولی به قاری میگیم چرا سرعت نمیگیری؟ خسته شدی. پاهای ما درد گرفت، موی سفید منطقه هم ابروهای شین پیدا کرده که چرا قاری‌ها تیز نمیخوانند. ما به این مسجد ختم نمیخوانیم که قاری‌ها بسیار قرآن را به تدبر میخوانند. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ای بشریت، چرا تدبر به کلام خدا نمی کنی؟ کلامی که اقتصاد میدهد، کلامی که تو را دانش میدهد، کلامی که تو را زندگی میبخشد، کلامی که سیاست به تو میآموزد، کلامی که نظام حکومت تو را میسازد، کلامی که درون تو را آرام میکند، کلامی که زن تو را مطیع و فرمانبردار تو میکند، کلامی که بهترین فرزندان در جامعه به برکت این کلام تو تقدیم میتوانی. اما با این کلام چه کردی؟ با این قرآن چه کردی؟ من قضاوت رو به دست خود شما میگذارم. ما تلاش میکنیم در 20 دقیقه تراویح بخوانیم، در نیم ساعت تراویح بخوانیم. عزیز من، این تراویح وقت تو شروع میکنی الله اکبر، تماس به کی گرفته شد؟ به کی؟ به کی؟ به الله تماس کشیدی. الله اکبر. تماس حتی زنگ اول او کی میشود؟ زنگ دوم کار ندارد. شاید پدرت، برادرت، خواهرت، زنت به زنگ اول تو را اوکی هم نکند، ولی زنگ اول الله اکبر. الله میگه درهای آسمان را باز کنید که ما تصویری صحبت میکنیم. تصویری. الله لایف مستقیم با بنده در صحبت است. الله اکبر. خدا صحبت میکند. عزیز من، خدا حرف میزند. تو قرآن میخوانی با خدا حرف میزنی. عجله نکن، با تدبر حرف بزن، دانسته حرف بزن، با خدا نجوا میکنی. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چی آواز شیرینی هست وقتی گیره با مزه بخوانی، وقتی بفهمی چی میخوانی. با خدا حرف میزنی. در تماس اول تماست را برقرار کرده،
نماز را سریع بخوان یا در خوابیم. شاید خود مرا خواب میگیرد، چون لذت نداریم، چون قدر بندگی را ندانستیم، چون قدر بندگی را ندانستیم، قدر نبی را ندانستیم. زینون مصری رحمت الله علیه میگه وقتی میگه الله اکبر، یکی از مریدانش و شاگردانش میگه وقت زینون میگفت الله اکبر، ما احساس میکردیم که روح از بدنش بیرون شده است. وقتی صدیق اکبر سر نماز استاد میشد الله اکبر، مثل که چوب خشک در زمین خلیده باشد. حتی پرنده ها می آمد سر شانه های صدیق اکبر می نشستن به این گمان که این شاید مرده باشد. این نماز رو اینگونه می خواندن، غرق بودن به محبت الله. وقت 2 رکعت تراویح خوانده میشه، در وقت تسبیح یک دوان از در مسجد دنبال آب، یک دوان است، مسابقه است. وقت دوباره می آین الله اکبر، امام میگوید همه در پشت ستونها نشسته هستند در حالی که تکبیرت الاولی خیر من الدنیا و ما فیها، تکبیر اولی بهتر از دنیا و ما فیهای دنیاست. ولی چی کنم که دم گوش جوان را پرده گرفته، دم گوش ریش سفیدی که تا هنوز توفیق تکبیر اولی را پیدا نکرده پرده گرفته، پشت صف نشسته است. همین که بر رکوع می رود باز دوان می آید. هست یا نیست؟ با آواز بلند میشه. پس من گفتم اگر در رمضان بخشیده نشدیم کی خواهد بخشیده شد؟ اگر در رمضان نماز درست نخوانیم کی نماز درست خواهد خواندیم؟ اگر در رمضان بندگی خوب نکردیم کی خواهد کردیم؟ اگر در رمضان قرآن نخواندیم کی خواهد خواندیم؟ این ماه قرآن است. ولی فرصت یک روز قرآن خواندن نه خودمون داره نه زنانمون داره. قرآن بلد است؟ بله قرآن یاد دارم. چند صفحه قرآن میخوانی؟ میگه بعد از سحری خوابم میگیره، باید خواب بکنم، نماز صبحم در خواب برم. عزیز من اینها پیش مقدماتی بود که برایتان گفتم. الان میایم سر مقصد اصلی. من برای این گفتم که باید در شبهای قدر عذر نیاوری. عزیز من این ماه فرصت به دنیا نیست، ماه کارهای زیاد نیست. میگه کار ما در رمضان زیاد میشه، خب امتحان خداست. خدا امتحان میکنه، در کارها هم برکت میآید، بازارها هم گرم میشد، چون خدا تو را میخواد امتحان کند که آیا بندگی به الله میکنی یا بندگی به شیطان. آیا از این ما استفاده درست میکنی یا نه؟ این مثل همون بنی اسرائیل و الله برایشون گفت ماهی نگیرین روز شنبه، اجازه نیست به شما. روز شنبه باز به قدرت پروردگار دریا پر از ماهی میشد، حتی در لبهای دریا می آمدن ماهی ها. اینها به طرف ماهی ها می دیدن، شوقشان زیاد میشد. وقتی یک شنبه میشد دیگه ماهی دریا نبود، این لبای دریا نبود. اما روز شنبه به خاطر امتحان ماهی می آمد کنار ساحل، چون الله امتحان میکند که بنده چه اندازه به کدام درجه بندگی قرار دارد، به کدام درجه بندگی قرار دارد. امروز ما خیلی شکایت از خدا داریم، خیلی گلایه از خدا داریم که این مشکل ما حل نشد، آن مشکل ما حل نشد، خدا به سؤال ما جواب نگفت، خدا به صدای ما جواب نگفت. حضرت داوود نبی در وقت مریضی که مریض موت بود به الله رب العزت و الجلال میگه الهی ای پروردگار کن لسلیمان کما کنت لی. خدایا برای فرزند من سلیمان قسم معامله بکن، برای فرزند من سلیمان قسم رفتار بکن، برای فرزند من سلیمان قسم باش. خدایا قسمی که با من داود بودی، من داود را چه اندازه دوست داشتی، هر لحظه یاد من را میکردی و از من خبر میگرفتی، از سلیمان هم خبر بگیر. الله چی میگه به داود؟ ای داود کن لسلیمان، ای داود تو برو به فرزندت سلیمان بگو، این را هم تو به فرزندت بگو، این را من هم به فرزندم میگم، شاید اینجا باشد، باید بشنود آواز مرا. قل لسلیمان فلیکن لی کما کنت لی. ای داود اگر میخواهی که سلیمان به عزت باشد، اگر میخواهی که من سلیمان را ترک نکنم، اگر میخواهی که من سلیمان را به لیست بندگی خود ثبت کنم، با سلیمان بگو با خدا قسم باش که پدر تو داود با خدا بود. اگر تو روز گله داری، یک دفعه خودت را خود چک بکن، یک دفعه خودت را خود ارزیابی بکن، یک بار به خودت خود بیاندیش، یک بار زندگی خود را خود مطالعه بکن که چند فیصد با خدا ارتباطت برقرار است،
چند فیصد با خدا داری؟ آیا در ماه مبارک رمضان هم پل گرفته بری ریش خود تراشیدی ریش خود را؟ خب ببین دیگه امتحان است. آیا در ماه مبارک رمضان هم ریش تراشیدی؟ اگر تراشیدی خودت بیاندیش. در ماه مبارک رمضان بهانه کردی که تراویح مستحب است یا سنت، اگر نخوانم چی می شود؟ آیا بهانه آوردی که ماه مبارک رمضان ماهی است من گرمی هست نمیتونم کار میکنم، روزه اجازه است افطار بکنم یا نکنم؟ پس خودت بیاندیش در کدام درجه بندگی قرار داریم ما. این حقیقت هاست که باید گفت. ببینیم که آیا چند بار استغفار طلب کردیم. به خدا قسم در شبهای لیالی قدر قرار است واقع شویم. خیلی نزدیک است. از 21 شروع می شود. از 21 شروع می شود. 5 شب داریم. چند شب؟ 5 شب. هر 5 شب 5 ساعت عبادت از تو الله خواهانه. چند ساعت؟ 5 ساعت. چون تا ساعت 10 در داخل مسجد هستی. از 10 تا 3 حساب کو چند ساعت میشه؟ 5 ساعت. در 5 شب چند ساعت کار است؟ 25 ساعت. چند سال عمر از خدا گرفتی؟ یک بار عمرت به تو معلوم است. 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال. یک بار در طول عمر خود بیاندیش. پیش از این که توبه کردی، شاید تو توبه کرده باشی، پیش از این که توبه کردی ببین که چقدر نافرمانی خدا کردی، چقدر نافرمانی الله کردی، چقدر خدا را به خشم آوردی، چقدر الله را غضب کردی. ان شاء الله، ان شاء الله. یک ان شاء الله بگویید. 5 شب طاق را عبادت میکنیم ان شاء الله. عزیزان من، به خدا 5 شب حراج گذاشته الله رضای خود را. هر که میخرد بیاید بخرد. در 5 شب چنان عزیزت میکنه. چرا شب قدر را شب قدر میگن؟ ابوبکر وراق میگن قدر را که قدر میگن چون وقت بنده در این شب زنده‌داری میکند قدرش به پیشگاه خدا بلند میرود. بگو الله اکبر. در این 5 شب این قدر عزیز میشوی. گفتم هیچ عبادت را فراموش نکنی در این شبهای قدر. الله به ما شما توفیق عمل نصیب بگرداند. من فقط یک خواهش اخیر میکنم، بعد دعا میکنیم ان شاء الله. باز جزانی بشین با آواز بلند آمین بگین ان شاء الله. دعای بسیار پرسوز میکنیم ان شاء الله. دوستان من ان شاء الله دعا میکنیم. کسی گفته که به جناب شهید مولوی صاحب حیات الدین صاحبی صاحب دعا بکنیم الله قبرش پر نور بگردانه. کسی گفته که پدرم موسیقی زیاد گوش میکنه و نماز نمیخونه. جوان عزیز به تو گفتم فقط دعا بکن، خودت هم ما هم دعا میکنیم خداوند توفیقش بده. الحمدلله امروز جوانان چقدر بیدار هستن، چقدر بیدار هستن. اینها رو میگن غمخوار، اینها رو میگن کسایی که فرزندان صالح که در تلاشی هستن که پدر و مادرشان نجات پیدا کنه. و کسی گفته مادرم سرطان داره در پاکستان است، دعا کنی خدا شفا بدهش. کسی مادر گفته من 40 سال سن دارم و میخوایم قرآن یاد بگیرم. الحمدلله. یک بار بگوین الله اکبر. یعنی بعد از 40 سال محبت قرآن به سرش زده. الله زبانش گویا و جاری بگردانه قرآن. گفته قرآن کریم میخوانم زبانم بسیار بند میشه. کسایی که قرآن میخوان زبانشون بند میشه، رسول صلی الله علیه و سلم میگه 2 اجر برشان داده میشه. یک اجر که قرآن میخوانه و یک اجر دیگر که بسیار به تکلیف قرآن میخوانه برشان داده میشه. خداوند زبان شما را هم گویا بگردانه. کسی گفته قرضدار هستم، دعا کنیم که از قرض خلاص شوم. و عزیزای هم هر جوانان گفتن که توبه کردیم دعا کنیم که ما ثابت قدم باشیم. الله ثابت قدم کل ما را بگردانه. گفته یک خواهرم از طرف شب دستم فلج می شود، خداوند شفای عاجل نصیبشون بگردانه. ختم قرآن، حافظان ما قرآن رو به سرعت و اشتباه میخوانند. من پیشتر گفتم دیگه ماه قرآن است، ولی نباید از امام مسجد شروع که کل مقتدی ها باید خواهش کنن از حافظ قرآن که قرآن رو به سرعت نخوانند. گفتن که یک فکر میکنم این هفته جوری که تیر شد شما در صفحات دیده باشین که 500 تا برادر و خواهر موتور از مسجد قدس بیت المقدس سر نماز بردن، بسیار لطکوبشان کردن، سر و صورتشان خون آلود شد، خواهرای ما سر و صورتشان خون آلود شد، از سر نماز بردن 500 نفر را اسرائیل
و کسایی گفته که در حق خواهران و برادران فلسطین هم دعا شود. انشاءالله دعا میکنیم. دو زانو بشین نزدیک من، دو زانو بشین. خداوند شما را خیر نصیب بگردانه. کسی گفته برادرم دماغ تند داره، بد اخلاق است، خداوند اخلاق نصیبش بگردانه. در مورد یورش اسرائیل در بیت المقدس و فلسطین انشاءالله دعا میکنیم دیگه. ما چی راه داریم دیگه، فقط دعا هست از ما هست. و یک مادر همینجا یک دوسیه را آورده، فکر میکنیم که چی داره. گفتم مرض سرطان دارن که جهت معاینات و تداوی به شما معرفی گردیده. شما از کدام طرفی آمده؟ از طرف صحت عامه آمدن. گفته به یه هم کمک کنین، انشالله شاید بیرون هستن، به او هم کمک کنین، خدا شما رو عزت بده. 3 مرتبه میگیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. الهی ای رب ما در خانه تو قرار داریم. الهی ای رب ما در خانه تو جمع شده ایم. الهی یا رب و از راههای دور بندگان در این خانه تو آمدن. الهی یا رب عزیزان و دوستانی که اینجا آمدن همه ایشان خدایا گرسنه و تشنه هستند. الهی پروردگارا از ساعت 8 و 9 بجه اینجا آمدن. خدایا 5 ساعت و 4 ساعت انتظار کشیدن. یا الله یا الله یا الله 5 ساعت پشت دروازه تو هستیم. 5 ساعت داخل خانه تو هستیم. الهی ما انتظار آمدن تو را میکشیم. یا الله یا الله انتظار آمدن رحمت تو را میکشیم. یا الله یا الله انتظار مغفرت و بخشش تو را میکشیم. یا الله یا الله اگر من روسیا هستم، اگر من گناهگارم، اگر من بندگی خوب نکردم، الهی پروردگارا این بندگانی که اینجا آمدن در میان اینها اولیاء هست، صالحا هست، حافظان قرآن هست، جوانان با توبه هست. الهی دعای مرا قبول بگردان. الهی پروردگارا دعای مرا هم قبول بگردان. الهی مرا هم نیک و صالح بگردان. الهی ما در خانه تو آمدیم، مهمان تو هستیم. یا الله مهمان تو هستیم. یا الله یا الله در این مهمانی ما انتظار رحمت و مغفرت و بخشش تو را میکشیم. یا الله ما را مورد عفو و بخشش قرار بده. الهی پروردگارا اگر توبه نکردیم تو هنوز به ما توبه نصیب بگردان. الهی اگر بازگشت نکردیم به سمت تو ما را بازگشت نصیب بگردان. اگر پشیمان نشدیم به ما پشیمانی نصیب بگردان. الهی اگر از ته دل توبه نکردیم توبه نصیب بگردان. الهی اگر هنوز اصلاح نیستیم اصلاح ما بگردان. اگر شوق نداریم به طاعت و عبادت که من هم ندارم یا الله و ما شوق طاعت و عبادت و بندگی نصیب بگردان. یا الله اگر ما شوق به گناه داریم، الهی چشمان ما شوق به گناه داره، دستای ما شوق به گناه داره، پاهای ما شوق به گناه داره. یا الله به فضل و کرمت به فضل و کرمت به فضل کرمت ای ارحم الراحمین خدایا دست ما را از گناه بگیر. الهی به ما توفیق نصیب بگردان. الهی به ما توفیق نصیب بگردان. الهی پیش از این که این ماه بگذرد ما را پاک بگردان. الهی پیش از این که این ماه بگذرد پروردگار از ما راضی شو.
الهی پیش از این که این ماه برود ماه را از ما راضی بگردان. الهی پروردگار طاعت و عبادت ناقص ما را به درگاه خودت قبول و منظور بگردان. الهی اونهایی که ورق دادن که توبه کردن استقامت توبه نصیبشان بگردان. الهی اونهایی که طلب دعا دارن که پدرشان بی توفیق است توفیق نصیبشان بگردان. الهی اونهایی که ورق دادن که مریض دارن شفای عاجل نصیبشان بگردان. یا الله یا الله، تو پادشاه پادشاهان هستی. الهی گداها به در تو آمدن. یا الله ما به اندازه خود گدایی میکنیم. یا الله تو به اندازه خودت خدایی بکن. یا الله یا الله دستان ما را خالی برمگردان. یا الله دستان ما را خالی برمگردان. الهی به ما پشیمانی نصیب بگردان. الهی پروردگار روز قیامت ما را در کنار محبوب دلها رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بده. الهی پروردگار از آب کوثر با دستان محبوب ما رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آب بنوشان. الهی پروردگار دیدار خود از دیدار خود ما را محروم مگردانی. الهی از دیدار نبی خود ما را محروم مگردانی. الهی قسمی که در دنیا ستاری و غفاری کردی. یا الله ما را افشا نکردی، گناه ما را بی‌آبرو نکردی، روز قیامت ما را بی‌آبرو مگردان. یا الله روز قیامت ما را شرمنده و خجالت مگردان. الهی اگر در دنیا در کنار رسول الله نبودیم، الهی در بدر در کنار رسول الله نبودیم، در احد در کنار رسول الله نبودیم، در حدیبیه در کنار رسول الله نبودیم، در طائف آنجایی که محبوب دلها را با سنگها میزدند ما در کنار رسول الله نبودیم. یا الله روز قیامت ما را در کنار محبوب دلها رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بده. الهی دستان ما را به دستان نرگسین رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار بده. یا الله یا الله در این روز جمعه مبارک فرشتگان تو اینجا هستند که بعد از نماز میروند به سمت مدینه، به سمت مدینه میروند. یا الله یا الله سلام ما را به رسول الله صلی الله علیه و سلم برسان. الهی درود ما را به رسول الله صلی الله علیه و سلم برسان. یا الله به رسول الله صلی الله علیه و سلم بگو که امت هنوز تو را دوست دارد، امت هنوز پابند روزه هستند، امت هنوز دنبال توبه هستند. الهی پروردگارا سلام ما را دوباره به ما سلام بر بگردان. یا الله یا الله حاجی صاحبانی که رفتن حجشان را قبول بگردان. یا الله اونهایی که مریض بودن روزه گرفتن نتوانستن پروردگارا روزه هایشان را قبول بگردان. الهی پدر جان و مادر جان مرا روزه اش را قبول بگردان. پدر جان و مادر جان اهل مجلس ما را پروردگارا پدران و مادران را روزه اش را قبول بگردان. الهی پدران و مادران ما را غریق رحمت خویش بگردان. یا الله علما را همه ایش را غریق رحمت بگردان. الهی پروردگارا دعا به مولوی حیات الدین صاحبی طلب کردن. یا الله قبرش رو پر نور بگردان. همه شهدا همه علمایی که شهید شدن قبرشون رو پر نور بگردان. یا الله وقتی که ما هم می رویم از این دنیا یا الله گرچه لیاقت نداریم، گرچه خداهای ما لیاقت ندارد پروردگارا شهادت در راه خود نصیب ما بگردان. شهادت در راه خودت نصیب ما بگردان. شهادت در راه خودت نصیب ما بگردان. الهی ما دیگر چیزی نداریم که ما را پاک کند. الهی توبه درست نداریم، عبادت درست نداریم، نماز درست نداریم، سجده درست نداریم، رکوعی درست نداریم، روزه درست نداریم. خدایا فقط شهادت میتواند ما را پاک کند. یا الله یا الله شهادت در راه خودت نصیب بگردان. یا الله شهادت در راه خودت نصیب بگردان.